درود و ارادت رفقا، وقت همگی بخیر باشه. این سراغ پارت بعدی که توی این پارت میخوایم در واقع بحث سوالات کنکورهای 403 رو در مباحث آرایش الکترونی، اعداد کوانتومی، قاعده اکتت و ترکیب‌های یونی بررسی کنیم. یه تیکه از بخش کتاب رو، یعنی بخش نور و آرایش الکترونی، اینا رو ازش عبور کردیم. نور و بخش نظریه های اتمی رو ازش عبور کردیم، چون توی کنکور 403 سوالی ازش مطرح نشده بود. جمع‌آوری این مجموع تست های جامع و طبقه بندی شدم کار استاد حیدر بریسمی هستش که شماره‌شون هم اینجا نوشته شده. میتونید برای دریافت این پکیج و این مجموعه تست‌های طبقه بندی شده که خیلی خفن و با پاسخنامه تشریحی درجه 1 هم هستش، میتونید بهشون پیام بدین تا براتون ارسال کنه. سوال 42: اگر بیرونی ترین زیرلایه در آرایش الکترونی یون پایداری از عنصر X، خوب گوش کن، 4 پیش 6 باشه، این 4 پیش 6 که گفته مال کیه؟ حواست باشه. خوب مال چه گونه ایه؟ گفته مال یون پایدار، مال اتم نیست، پس مال عنصر X نیست، واسه یون عنصر X هستش. کدام مورد درباره X به یقین نادرسته؟ به یقین نادرست یعنی چی؟ یعنی بگرد پیدا کن گزینه ای رو که هیچ جوره نشه با این مچ بشه، هیچ جوره نشه تطبیقش داد که این بخواد درست حساب در بیاد. خب مورد اول، گاز نجیبی است. همینجا ما اصلا گفتیم که ببین در مورد چی پرسیده، در مورد خود X، یعنی در مورد عنصر X سوال پرسیده، نه در مورد یون یا یه گونه دیگه‌اش. و گفتیم که آقا عنصر X بعد از اینکه به یون تبدیل شده 4 پیش 6 و کلا میدونید N پیش 6 آرایش گاز نجیبه. اوکیه، N پیش 6 آرایش گاز نجیب هستش. پس عنصر X خودش گاز نجیب نبوده، یونش آرایش گاز نجیب بود. داره همینجا گزینه 1 رد میشه و میشه جواب. هیچ جور عنصر X نمیتونه خودش گاز نجیب باشه و به یون تبدیل بشه باز یونش هم گاز نجیب باشه، که حالا ادامهش هم دیگه کلا بی خود شده. و از 3 تا گزینه دیگه درسته. عنصری از گروه 16 میتونه باشه که عدد اتمیش هم برابر 34. برابر 34 سلنیوم میشه در واقع. اگه هم یادتون رفت چی بوده، میگه آقا ما تو جدول تناوب 18 تا گروه داریم. توی دوره 4 گروه 18 ما کریپتون رو داریم که دیگه گازهای نجیب رو باید عدد اتمیشون حفظ باشیم، با عدد اتمی 36. این گروه 16 2 دوره عقب‌تره، پس میشه 2 تا کمتر، یعنی عدد اتمی 34 باید عضو گروه 18 باشه که اینم میتونه درست باشه. اما جواب ما نیست، جواب ما هم گزینه 1 بوده. گزینه 3، نافلزی که لایه ظرفیت اتم آن دارای 5 الکترون با L مساوی 1 یعنی P و 2 الکترون هم با L مساوی 0 یعنی S. پس این در واقع گفته S2 P5 باشه. S2 در واقع NS2 NP5 آرایش گروه 17 هستش که یکی دیگه بگیره میشه NS2 NP6 میشه گاز نجیب. پس این گروه 17 بوده یا همون هالوژن ها. میگه میتونه یه نافلز باشه که عضو گروه هالوژن ها یا گروه 17 باشه. کاملا درست میتونه باشه. یعنی در واقع 4p5 بوده. اوکی، 4p5 بوده، یه الکترون گرفته شده 4p6، پس ممکنه. میگه کدوم یکیش در واقع هیچ جور امکان نداره. نافلزی مایع، تنها نافلز مایع جدول تناوبی مایع بروم هستش از گروه 17 یا همون هالوژن ها. میگه که واکنش پذیری آن از عنصرهای همگروه خود با عدد اتمی کوچکتر کمتر. میگه اونایی که مثلا توی گروه 17 چی داریم؟ فلور داریم، کلور داریم، بروم داریم و یود داریم. بین اینا داره در مورد اولا بروم صحبت میکنه. به بعد غیر از اینا میگه
از اونایی که عدد اتمیش کوچیک‌تره، یعنی فلور که عدد اتمی 9 داره و کلور که عدد اتمی 17 داره، از اینا واکنش پذیریش کمتره. بله، در یک گروه از بالا به پایین چون شعاع داره زیاد میشه، واکنش پذیری نافلزها کم میشه. حالا پس جواب ما شد گزینه 1. سوال بعدی میگه درباره ویژگی‌های جدول تناوبی عنصرها کدوم مورد درست؟ 1. آرایش الکترونی اتم همه عناصر اصلی و واسطه را میتوان به صورت گسترده و نیز فشرده رسم کرد. خب گوش کنید. توی همچین سوالاتی که باید در واقع دنبال یک رد گزینه باشین، بگرد این سوال از خودت بپرس، تیکه تیکه بخون و از خودت بپرس آیا این امکان داره؟ برعکسش ممکنه؟ یعنی چی؟ آرایش الکترونی اتم همه عناصر اصلی و واسطه. خب همه عناصر اصلی رو میتونیم براشون آرایش الکترونی بکشیم، واسطه هم میتونیم. گفته هم به صورت گسترده هم به صورت فشرده. خب گسترده که اوکی برای همشون، اما فشرده یه قاعده ای داشت. قاعدهش چی بود؟ از یه گاز نجیب قبل از خودش اول نام ببریم و بعد از اون تعداد الکترون هایی که پر میشد رو بخوایم پر بکنیم. خب آیا این سوال حالا از خودت بپرس، آیا همه اتم ها قبل از خودشون گاز نجیب دارن؟ خیر. مورد نقضش هیدروژن، مورد نقضش هلیوم. خود هیدروژن اولین اتم جدول تناوبی، قبلش هیچ گاز نجیبی نیست، پس نمیشه به صورت فشرده یعنی با آرایش گاز نجیب اونو رسم کرد. پس این از مورد اول. مورد دوم، شمار الکترون های تعیین کننده رفتار شیمیایی. یعنی چی؟ یعنی لایه ظرفیت. اتم عنصرهای اصلی و واسطه در آرایش الکترونی فشرده آنها مشخص است. میگه آقا الکترون های لایه ظرفیت همه عنصرهای اصلی و واسطه تو آرایش الکترونی فشردهشون به طور کامل مشخص میشه. میگیم آقا نه. چرا نه؟ چون عیناً متن کتاب کاملا هم اتفاقا درسته. چرا نباشه؟ متن کتاب صفحه 32 عین همین متن میگه آقا اصلا به خاطر این بهش میگیم لایه ظرفیت، چون توی اون لایه دقیقاً رفتارهای شیمیایی، برخوردهاش، واکنش پذیری، همه اینها برای همه عناصر، چه اصلی چه واسطه، چه فلز چه نافلز چه شبه فلز، به صورت کامل مشخص میشه. و لایه ظرفیت رو هم کاملا میتونیم تو آرایش الکترونی فشردهشون مشخص کنیم. پس کاملا درسته عیناً و متن کتاب. آرایش الکترونی فشرده عناصر یک گروه از نماد شیمیایی یک گاز نجیب و نمایش آرایش الکترون ها در بیرونترین لایه تشکیل شده است. چند تا مورد اشتباه داریم. گفته آقا همه عناصر یک گروه برای آرایش فشردهشون از یک گاز نجیب استفاده میکنه. نه، اگر در یک دوره بود میتونستیم همچین حرفی بزنیم. در یک گروه از بالا به پایین هی داره گازهای نجیب هم دورهشون فرق میکنه، هی داره عوض میشه. پس نمیشه برای همه گازهای یک دوره از یک گاز استفاده کرد. اگه در یک دوره باشن، آره در یک دوره باشن، نماد شیمیایی گاز نجیب همشون یکسان. پس این هم رد میشه. مورد آخر، در عناصر گروهی که زیرلایه پی آنها در حال پر شدن هستن. یعنی چیا؟ یعنی گروه 13 تا 17. گفته در حال پر شدن. حواست باشه گروه 18 خودش کامل پر شده است. شماره گروه با شماره الکترون های ظرفیت داده شده در آرایش الکترونی فشرده برابر است. شماره گروه با شماره چی؟ در واقع شماره یکان گروه ها. ما که 13 تا یا 17 تا الکترون ظرفیت نداریم. منظورش در واقع یکانشون، یعنی 3 تا 7. گروه 13 3 تا الکترون ظرفیتی داره و گروه 17 هم 7 تا الکترون ظرفیتی داره. پس مورد 4 هم رد شد گزینه دوم. بریم سراغ سوال بعدی. سوال 44 میگه با توجه به آرایش الکترونی بیرونی ترین زیرلایه یون‌هایی داده شده، یعنی آرایش ظرفیتی شد. آیا یک بار مثبت شده 3 یعنی در واقع الکترون از دست داده، پس فلز بوده، شده 3 اومده یه دور عقب.
پس چند بوده خودش؟ پس در واقع خودش 4p1 3p6 4p1 بوده. این واسه عنصر آ. یکی یکی مشخصشون کنیم. اول ای چی داریم؟ ای 3 تا از دست داده شده 3d5. اول اینکه 3d5 یعنی واسط از خودش. حالا 3 تا هم از دست داده. این 3 تا رو بخوایم بهش بدیم چجوری این کار رو انجام میدیم؟ اول خوب گوش کن، در این مواقع وقتی از فلزات واسطه میخوایم یون تشکیل بدیم، حالا برعکسش یون رو تشکیل دادیم میخوایم برسیم به عنصرش، اول بیرونی ترین زیرلاهش رو پر کن. وقتی خودش 3d5 بیرونی ترین زیرلاهش میشه 4s در واقع. خب 3 تا میخوایم بهش بدیم. 4s که 2 تا بیشتر نمیگیره، در واقع میشه 4s2. یه دونه دیگه داریم، اون یه دونه مال خود دی بوده، یعنی در واقع بوده 3d6 4s2. 3 تا یه بار دیگه بخوایم برعکسش حالا بریم، اتم رو داریم میخوایم به یون برسیم، 4s2 3d6 داریم میخوایم به یونش برسیم، میخوایم 3 تا هم ازش بکنیم. این 3 تا رو یکی بخواد از این اتم الکترون بکنه، از بیرون دستش رو میکنه داخل این اتم. اولین لایه‌ای که دستش میاد کدومه؟ اولین لایه‌ای که دست از این ور بخواد وارد بشه، اولین لایه‌ای که دستش میاد 4s، در واقع زیر لایه 4s. 3 تا میخواد بکنه، 2 تا رو اینجا میکنه، این که تموم شد زیر لایه بعدی که بهش میرسه میشه 3d. یکی هم از اینجا میکنه، پس 3 تا بخواد ازش بکنه میشه 4sش خالی میشه، 3d6 هم یکی میکنه میشه 3d5. پس در واقع عنصر E بوده 3d6 4s2. بریم سراغ X. X یه عنصری بوده که 2 تا بهش دادیم، پس نافلز بوده، شده 3p6. حالا اون 2 تا رو اگه ازش بگیریم میشه 3p4 که قبلش هم حالا 3s2 پر شده بوده. دی هم یک نافلزه که باز یک الکترون بهش دادیم، پس همینجا میگه آقا نافلز بوده، یه الکترون بهش دادیم شده 4p6. پس اون یه الکترون اگه ازش بکنیم دی میشه 4p5. خب حالا بیا یکی یکی بررسی کنیم. شمار عنصرهایی بین دو عنصر آ و ای. آ چند بوده؟ آ 3p6 4p1 3p6 اسخای میکنم ببخشید 4s1 ببخشید فلز بوده و 4s1ش پر شده بین دو عنصر آ و ای. خب 3p6 4s1 که 3p6 پر شده، میریم اولین عنصر دوره چهارم. اولین عنصر دوره چهارم میشه چی؟ میشه پتاسیم با عدد اتمی 19 و عنصر ای. عنصر ای هم که 4s2 3d6 بوده. خب باز عنصر واسطه دوره چهارم میشه. 4s2 3d6 هم میشه در واقع عنصر آهن با عدد اتمی 26. گفته چند تا عنصر بینشونه؟ 26 منهای 19 به علاوه 1، چون خودشون هم باید حساب بود. 26 منهای 19 میشه 7 تا به علاوه 1 میشه 8. پس در واقع 8 تا اتم یا عنصر بین اینها وجود داشته. با شمار الکترون های ظرفیتی عنصر X برابر عذرخواهی میکنم ببخشید منهای 1، چون دیگه اتفاقا خودشون رو نباید حساب کنیم ببخشید. پس 26 منهای 19 میشه 7 منهای 1 میشه 6. این شمار با شمار الکترون های ظرفیتی عنصر X. عنصر X 3p4 بوده که قبلش هم 3s2 پر بوده. الکترون های ظرفیتیش میشه مجموع S و P، یعنی 2 و 4 6. 6 با 6 هم برابر، پس الف تا اینجا مورد درستی. پس 3 و 4 یعنی گزینه‌های 3 و 4 رد میشه. بریم بعدی. شمار الکترون های مبادله شده در 0.2 مول از ترکیب حاصل از واکنش آ و X. آ یک فلز و X یک نافلزه. آ یک فلز گروه اوله، پس یونی که تشکیل میده 1 بار مثبت همونجور که مشخص کردم، X هم 2 بار منفی تشکیل میده. پس ترکیب حاصل از اینا میشه چی؟ ترکیب حاصل از آ و X.
آ یک بار مثبت بوده، بارش رو میذاره برای اندیس x. x 2 بار منفی بوده، بارش رو میذاره برای اندیس آ. پس میشه A2 x. حالا به ازای، حالا میخوای در واقع چی رو حساب کنی؟ الکترون های مبادله شده رو. توی یک ترکیب یونی وقتی میخوای الکترون های مبادله شده رو حساب کنی، یکی از یون ها رو نه عنصرشون رو، یون ها رو بکش بیرون. به فرض مثال آ یک بار مثبت بوده، بارش رو در واقع مقدار بارش رو که یعنی یک بوده ضرب در اندیس یا تعدادش کن، 1 2 تا 2 تا. یا برای x هم به همین شکل، x 2 بار منفی بوده، بارش 2، تعدادش 1 2 1 2 تا. پس توی هر ترکیب حاصل از این دوتا به ازای هر یک مولشون 2 مول الکترون مبادله شده. پس به اینجا پس میگیم آقا به ازای یک مول از این دوتا ترکیب چقدر الکترون مبادله شده؟ از قلمم فعال شد. خب. به ازای یک مول از یک مول ترکیب 2 مول الکترون مبادله شده که هر مول الکترون هم 6.2 در 10 به توان 23 تا الکترون داریم. حالا گفته به ازای 0.2 مولش بیا حساب. یه نسبت تناسب ساده است دیگه. خب به ازای 1 مول میگیم اولا به ازای 1 مول ترکیب 2 مول الکترون مبادله شده که هر مول الکترون هم 6.2 در 10 به توان 23 است. حالا گفته آقا به ازای 1 مول ترکیب نه، به ازای 0.2 مول ترکیب بیا حساب. یه طرف این وسط این ساده است. میگیم آقا به ازای 0.2 مول از این ترکیب 2 تا 4 تا 4 تا 6.2 هم میشه 24 و 800. یه رقم هم اعشار داره 24 800 در 10 به توان 22 یا 2 و 408 در 10 به توان 23 تا الکترون. اما سوال گفته چند تا؟ سوال به ما گفته 1 و 860 که کاملا اشتباه. پس مورد ب هم همینجا رد میشه. مورد پ یون‌هایی با بار منفی برخلاف یون‌هایی با بار مثبت آرایش الکترونی گاز نجیب همدوری عنصرشان در جدول تناوبی را دارند. میگیم آقا این جمله کاملا داره یک جمله نادرست رو اولا معرفی میکنه. حالا دلیلش، یون‌هایی با بار منفی آرایش الکترونی گاز نجیب همدوری خودشون رو دارن، کاملا درست. یون‌هایی با بار مثبت چی؟ یون‌هایی با بار مثبت آیا آرایش الکترونی گاز نجیب همدوره خودشون رو تو جدول تناوبی دارن؟ خیر. یون‌های بار مثبت در واقع آرایش گاز نجیب دوره قبل خودشون رو اوکیه؟ و اینجا هم گفته به برخلافه، ببخشید گفته برخلافه، پس کاملا درست عذرخواهی می‌کنم. گفته برخلافه، بله. یون‌های بار منفی به گاز نجیب همدوره خودشون میرسن، یون‌های بار مثبت به گاز نجیب دوره قبل از خودشون میرسن. گفته برخلافه، کاملا درست. پس تا اینجا مورد الف و مورد پ کاملا درست بوده و جواب ما همینجا میشه گزینه دوم. و مورد ت نسبت چرنگی صورتی، نسبت شمار اتم‌های ترکیب حاصل از واکنش E و D. اتم‌های حاصل از ترکیب واکنش E و D. E یک فلز با عدد اتمی با بار 3 بار مثبت، D هم یک نافلز با بار منفی 1. پس ترکیبی که بخواد اینجا این دوتا ایجاد بکنن E و D، بار E میاد بر اندیس D و بار D که 1 میاد بر اندیس E که 1 رو کلا نمی‌نویسیم. پس ترکیب حاصل از این دوتا اتم یک ترکیب 4 اتمیه. به شمار اتم‌های ترکیب حاصل از واکنش A و X. اوکی؟ A و X. A چی بوده؟ A رو پیدا کنیم اینجا. A همون پتاسیم بوده، گروه 1. خب یک بار مثبت. X چی بوده؟ X هم نافلزه، اینجا پیداش کردیم 3s و 3p4 میشه دوره چندم؟ دوره 16 در واقع.
گروه 16 تو دوره سوم میشه گوگرد که گوگرد هم باز دوباره منفیه، همونجا خودش هم معلومه، پس میشه K2S. نسبت در واقع تعداد اتم های این ترکیب هم 3 تا. از طرف این نکته هم بگیم بین E و D هم 4 اتمی میتونه تشکیل بشه هم 3 اتمی. چرا؟ چون E چی بوده؟ E عنصر آهن بوده. اینجا هم نگفته یون 3 بار مثبت E رو بیا مثال بزن، گفته کلا عنصر E. عنصر E هم 3 بار مثبت داره هم 2 بار مثبت. عنصر آهن دیگه هم 3 بار مثبت هم 2 بار مثبت. پس هم ED3 و هم ED2 رو میتونه تشکیل بده، یعنی هم 4 اتمی هم 3 اتمی. پس نسبت بین اینها یا میشه 3 سوم یا 4 سوم، اما 2 نمیشه. پس مورد ت هم رد میشه و جوابمون گفتیم گزینه دوم. خب بریم سراغ سوال بعدی. بیرونی ترین زیرلایه در آرایش الکترونی اتم عنصر A. خوب گوش کن. توی این جور سوالات خیلی حواست به داده ها باشه. چیا رو به داده، چی ازت خواسته؟ گفته اتم عنصر آ با یون عنصر آ، کاتیون آ، آنیون آ و هر گونه دیگری از اون فرق داره. اتمش رو در واقع داده. اونم 4p در واقع 4p1 آرایش الکترونی اتم عنصر آ. خب همینجا 4p1 وقتی در مورد اتمش صحبت میکنه و حالت خنثی داره، قبل چی پر شده؟ قبل 4s2 3d10 و 4p1 پر شده. پس میتونی بگی گروه چنده؟ میگیم آقا اینجا گروه 2 پر شده تا گروه 2، اینجا هم 10 تا میشه گروه 12، پس اینجا گروه 13 بوده در واقع. خب در مورد این میخواد بپرسه آرایش الکترونی یون پایدار آن. خب این نکته هم بگیم که آقا یه فلز برای اینکه به آرایش گاز نجیب برسه باید از دست بده و نهایت حدی که بتونه از دست بده زیر واحد، یعنی زیر لایه S و یک الکترون از زیر لایه P رو بتونه از دست بده، یعنی 4s1 4s2 و ns1 ns2 و np1 رو نهایتا میتونه از دست بده و به آرایش گاز نجیب قبل از خودش یعنی یون پایدار تشکیل بده. خب آرایش الکترونی یون پایدار A یعنی 4s2 از بین ببره، 4p1 هم از بین ببره، میشه 3d10. مشابه آرایش الکترونی یون پایدار تنها یکی از عنصرهای واسطه دوره چهارم جدول تناوبیه. بگیم که آقا اشتباه. اول اینکه تنها یونی که در واقع به آرایش گاز نجیب میرسه، اول نکته رو بگیم خارج از اینه، تنها فلز واسطه که به آرایش گاز نجیب قبل از خودش میرسه اسکاندیومه، اون بره کنار. اینجا یه چیز دیگر رو پرسیده، کاری به گاز نجیب نداره، گفته یون پایدار میتونه به آرایش گاز نجیب برسه، میتونه هم نرسه. خب حالا میگه آقا فقط یه دونه فلز واسطه داریم که میتونه به آرایش 3d10 برسه یون پایدارش. ما میگیم خیر، علاوه بر Zn که در واقع 4s2 3d10 هستش، اوکی، عنصر دیگه ای رو هم داریم که آرایشش 4s1 3d10 هستش و میتونه با از دست دادن یکی به آرایش 3d10 برسه. اون چیه؟ اونم مثل 29 هستش. پس علاوه بر Zn C مثل 29 هم میتونه این کار رو انجام بده. دو، شمار الکترون های اتم A. چند تا الکترون داره اتم A؟ گفتیم 4p1، پس در واقع گروه چهارم دوره 13 میتونی اینجوری تصورش کنی که گفتیم همیشه این Zn رو حفظ باشیم، آخرین فلز دوره واسطه تو دوره چهارم که عدد اتمیش 3. این یکی بعد از اونه، پس میشه 31 در واقع. یا هم نه، به 4p1 که رسیدیم که آقا 4p6 گاز نجیبه، این 5 تا قبل از اونه. گاز نجیب دوره چهارم میشه کریپتون 36، 5 تا ازش کم کنیم میشه 31. گفته 31 نصف مجموع شمار الکترون های اتم عنصرهای قبل و بعدشه.
قبل از 31 30 رو داریم، بعد از 31 هم 32 رو داریم. یه جمله پر اصلا نه در مورد این اتم، در مورد هر اتم دیگه‌ای هم مجموع قبلی و بعدیش رو نصف بکنی میشه خودش، یعنی یه جوری میانگینه. یکی مثلا میانگین 19 میانگین بخشید 18 و 20 رو میانگینش رو بگیریم میشه عدد بینشون دیگه، یه جمله کاملا صحیح در ریاضیات حتی. پس میشه گزینه دوم. گزینه 3 اگر شمار الکترون‌های ظرفیت اتم عنصر X الکترون‌های لایه ظرفیت عنصری که به زیر لایه پی ختم شده میشه مجموع الکترون‌های زیر لایه پی همون دوره و اس همون دوره. چی شد؟ بخشید اس و در واقع پی همون دوره، پس میشه 3 تا الکترون ظرفیتی. با شمار الکترون‌های ظرفیت اتم عنصر آ برابر باشه، حالا عنصر آ چیه؟ این خودش عنصر آ بوده. خب عنصر آ خودش 3 تاه. اینجا در مورد x یه اتم دیگه صحبت می‌کرده باشه. میگه x با آ برابر باشه. آ و x در جدول تناوبی حتما همگروهن. میگیم خیر. نکته نقضش مثلا، پس این رد میشه. عنصر آ 3 تا داره. اوکی. عنصر x هم 3 تا داره. آیا الزاما همگروهه؟ مورد نقضی که داشته باشه مثلا اسکانیوم رو در نظر بگیر. اسکانیوم عدد اتم 21 آرایشش 4s2 3d1. وقتی که به در واقع زیر لایه دی ختم میشه، الکترون های لایه ظرفیتش میشه مجموع دی و اسش که توی یک دوره پر شده باشن. پس اینجا هم اسکانیوم باز 3 تا الکترون ظرفیتی داره اما در یک گروه نیستن و اتفاقا در یک دوره هم. اتم آ دارای 3 الکترون ظرفیت، درسته؟ که هنگام شرکت در ترکیب‌های یونی و مولکولی آنها را از دست می‌دهد یا به اشتراک می‌ذارد. به اشتراک گذاشتن ویژگی نافلزاته، مثلا کربن، مثل نافلزات و شبه فلزات هر جفتشون، مثل کربن، شبه فلز مثل سیلیسیوم و ژرمانیوم. هر سه این اتم ها کربن، سیلیسیوم و ژرمانیوم الکترون رو به اشتراک می‌گذارند. پس گزینه 4 هم رد میشه. گزینه دوم. 46 سوال 46 رو دقت کن. میگه در آرایش الکترونی فشرده اتم کدام دو عنصر نماد شیمیایی گاز نجیب مشابه است. وقتی گاز نجیب رو یا نماد شیمیایی گاز نجیب رو میبینی سریع نپر روی حالت یونی. یعنی چی؟ یه دو تا مورد یا 2 تا تیپ تست داریم در مورد گاز نجیب، آرایش گاز نجیب. یک، مثلا سوال میتونست همین سوال رو اینجوری مطرح کنیم: کدام دو عنصر یا کدام در واقع دو اتم به آرایش گاز نجیب یکسانی میرسند؟ اوکی، که در اون صورت میگفتیم آقا فلزات به آرایش گاز نجیب قبل از خودشون، نافلزات بعد از خودشون یا همدوری خودشون در واقع. اما اینجا میگه نه، در آرایش الکترونی فشرده رو چه زمانی مینوشتیم؟ یه گاز نجیب رو به فرض مثال اینکه اتم رو میخوایم براش آرایش الکترونی فشرده بنویسیم، میگیم آقا اولین گاز نجیب قبل از خودش، اولیش قبل از خودش باشه چی پر شده؟ حالا میخواد فلز باشه، میخواد نافلز باشه، میخواد یکی قبل از گاز نجیب باشه، میخواد 10 تا بعد از اون باشه، فرقی نداره. به فرض مثال اینجا عنصر X رو داریم و Z رو. X با عدد اتمی C چه گازیه؟ کاری به اسمش نداریم، همونطور که بالاتر هم گفتیم همون Zn یا روی با عدد اتمی Cه. ولی بخوایم آرایش الکترونی فشرده رو با گاز نجیب بنویسیم کاری نداریم فلز باشه یا نافلز باشه، هر یا شبه فلز باشه. میگیم قبل از اون چه گاز نجیبی پر شده. قبل از اون گاز نجیب آرگون رو داشتیم با عدد اتمی 18 و Z با عدد اتمی 3. اولین گاز نجیب قبل از اون هلیوم با عدد اتمی 2 بوده، پس یکسان یا مشابه نیست. گزینه 2 9 و 11 رو داریم. قبل از 9 بیا اینجا بنویسم اول گازهای نجیبی که داریم: هلیوم با عدد اتمی 2، آرگون، نئون 10، آرگون 18، کریپتون 36 تا اینجا رو ما کار داریم. بعد از اون رو هم بخوایم بگیم زنون رو داریم با عدد اتمی 54. خب
قبل از 9 چه گاز نجیبی داشتیم؟ درسته J9 بخواد به آرایش گاز نجیب برسه یکی میگیره میشه 10 تا، اما آرایش خودش رو، خود اتم رو بخوام بنویسیم میگیم آقا هلیوم 2 و حالا ادامش و 7 تا الکترون دیگه. اما M11 به آرایش گاز نجیب در واقع قبلش 10 تا پر کرده مثل نئون، بعد یکی اضافه کرده. پس این توی آرایش فشردهش نئون رو مینویسیم، برای این یکی هلیوم رو. پس 2 هم غلط. اینجا A32 و D23 قبل از عدد اتمی 32 چه گاز نجیبی داشتیم؟ از 18 تا 36 تا در واقع 35 رو هر اتمی با این اعداد اتمی باشه، هر عنصری با این اعداد اتمی با گاز نجیب آرگون ما می نویسیم. 18 که خود آرگونه، از 19 به بعدم با آرگون خواهیم نوشت. از گزینه 3 که توی این بازه هستش کاملا درست. گزینه 4 میگه که 34 و 16 16 قبل از خودش نئون 10 رو داره، 34 قبل از خودش آرگون 18 رو داره. پس این هم متفاوته، پس شد گزینه سوم. 47 تجربه 403 داخل نوبت تیرماه. در اتم یک عنصر اگر زیرلایه 5p در حال پر شدن از الکترون باشد، یعنی از 5p1 میتونه باشه تا 5p5، چون گفته در حال پر شدن، 5p6 دیگه نمیشه در حال پر شدن، اون کاملا پر شده. زیرلایه 3d به یقین پر از الکترون است، علاوه بر 3d 4d هم به صورت کامل پر شده است. بله، پس گزینه 1 کاملا درسته. گزینه بعدی 2 بازگشت الکترون از لایه چهارم به لایه دوم، از n=4 به n=2 در اتم‌های هیدروژن و هلیوم، پرتوهای با طول موج یکسان. چون سطح انرژی لایه‌ها در اتم‌های گوناگون مختلفه، یعنی انرژی لایه دوم در هیدروژن با انرژی لایه سوم در هلیوم متفاوته، پس بازگشت الکترون از این لایه‌ها یا تبادل الکترون بین این لایه‌ها هم طول موج‌های مختلفی رو گسیل میکنه. پس 2 رد میشه. در جدول تناوبی 18 عنصر وجود دارد که زیرلایه D در اتم آنها خالی از الکترون است. زیرلایه D از کجا شروع میشه؟ اولین اتمی که زیرلایه D شروع به پر شدن میکنه اسکاندیوم با عدد اتم 21. پس 20 تای قبلیش، یعنی از 1 تا 20 تای قبلیش خالی از الکترون بوده. پس نه 18 تا، 20 تا عنصر وجود داره که زیرلایه D شون خالی از الکترون. اگر میگفت در یون آنها میشد باز خود اسکاندیوم رو هم در واقع در نظر گرفت، چون اسکاندیوم هم اسکاندیوم تنها فلز واسطه‌ایه که یونش به آرایش گاز نجیب میرسه. پس اگه 3 تا از دست بده باز زیرلایه دیش به صورت کامل خالی میشه. پس گزینه 3 هم رده. در اتم انرژی الکترون در زیرلایه 6 است کمتر از انرژی الکترون در زیرلایه 4 دی. سطح انرژی لایه‌ها و زیرلایه‌ها رو اول n هاشون رو مقایسه می‌کنیم. اگر n یکسان بود n به علاوه p رو بررسی می‌کنیم. هرچه n کمتر باشه سطح انرژی کمتر. بعد از اون هرچه مجموع n به علاوه p کمتر باشه میگیم سطح انرژی کمتر. اینجا 6 رو در واقع اول وقتی n هاشون متفاوته اول 6 و 4 رو مقایسه می‌کنیم. 6 بالاتره، پس سطح انرژی بالاتری رو هم داره. پس جواب ما شد گزینه 1. سوال 48 از ریاضی 403 خارج نوبت تیرماه. میگه بیرونی ترین زیرلایه در آرایش الکترونی اتم عنصر به 4s2 ختم شده. خب 4s2 یا به طور کلی ns2 گروه دوم بوده. تو دوره چهارم گروه دوم چی داریم؟ کلسیم رو داریم با عدد اتمی 20. تفاوت عدد اتمی A یعنی خود 20 با عدد اتمی عنصری که
آرایش الکترونیش به 3s1 ختم شده. حواست باشه گفت عنصر نگفت یون. به 3s1 ختم بشه یعنی فلز قلیایی گروه اول دوره سوم میشه چی؟ سدیم با عدد اتمی 11. خب تفاوت عدد اتمیشون حداقل 9 کاملا درسته و حداکثر هم 19 واحد میتونه باشه. کاملا درسته. این در مورد در واقع این حداقلی که میشه آقا 20 منهای 11 تفاوتشون و عدد اتمیشون، حداکثر هم تا 19 تا میتونه باشه. 2. آ میتواند یکی از 9 عنصر جدول تناوبی باشد که زیرلایه 3D اتمش در حال پر شدن از الکترون. زیرلایه 3D اصلا ربطی به این نداره. دقیقاً عنصر بعد از 4s2 یعنی عنصر بعد از آ یا همون کلسیم تازه شروع میکنه به پر شدن زیرلایه 3D و خود 4s2 که یک اتم یون هیچ الکترونی در اون زیرلایه 3D نداره. پس اینم رد میشه. 3. اتم آن واکنش پذیری بالایی دارد. کاملا درسته و در تشکیل ترکیب‌های یونی و مولکولی شرکت میکنه. اتمش واکنش پذیری بالایی داره و توی ترکیبات مولکولی شرکت نمیکنه. تو ترکیبات یونی شرکت. چرا؟ چون ترکیبات مولکولی ترکیب بین دو تا نافلزه و ترکیب‌های یونی ترکیب بین یک فلز و یک نافلز. پس گزینه 3 هم رد میشه. 48 یون پایدار آن آی دوبار مثبته. کاملا درسته. 4s2 شو از دست میده میشه 3s2 3p6 که این یون یعنی در واقع یون آی دوبار مثبت که به 3s2 3p6 ختم شده در مجموع 18 الکترون با ال مساوی 0 و 1 داره یعنی s و p. کاملا درست. یعنی تا قبل از این فقط زیرلایه‌های S و P پر می‌شدن. زیرلایه D اصلا واردش هیچ الکترونی وارد زیرلایه D نمی‌شده. پس کاملا درسته. منتها چون گفته به طور یقین میتونیم گزینه 4 رو براش در نظر بگیریم. گزینه 4 هم گزینه کاملا درستیه. گزینه 1 رو میشه روی این حداکثر گیر داد بهش. منتها پاسخ کلیدی که سنجش ارائه داده گزینه 1 رو برای ما معرفی کرده. هرچند که گزینه 4 هم مورد اشتباهی یا مورد نقضی توش پیدا نمیشه. پس این جزء سوالات شکدار میتونه باشه توی کنکور سراسری. 49 کدام مورد نادرست است؟ از ریاضی 403 خارج تیر. 4 عنصر در دوره سوم جدول تناوبی جریان برق را از خود عبور می‌دهند. جریان برق عبور می‌دهد یعنی چیه؟ یعنی فلزه. گفته در دوره سوم. در دوره سوم ما فقط 4 تا فلز داریم. تو دوره سوم چی داریم؟ فلز. دوره سوم شروع کرد با سدیم، بعد منیزیم، از 3 تا 12 میشه واسطه که اینجا نداریم تو دوره سوم. بعد چی داریم؟ بعد آلومینیوم رو داریم که باز فلزه. بعد از اون کربن رو داریم که نافلزه. بعد از اون چی داریم؟ گروه 15 نیتروژن رو داریم. بعدش اکسیژن رو داریم گروه 16. بعد فلور رو داریم گروه 17. تو دوره سوم کلور رو داریم. اینجا گوجر رو داریم و گروه 15 هم فسفر رو داریم. تو گروه 14 هم گروه دوره دوم رو نوشتم اینجا. تو گروه 14 هم سیلیسیوم رو داریم. حالا کدوما میتونن الکترون رو از خودشون عبور کنن یا جریان برق رو از خودشون عبور بدن؟ اونایی که یک فلزات پس سدیم و منیزیم و آلومینیوم میتونن. نافلزاتی که کتاب درسی معرفی کرده یکی کربن گروه 14 و شبه فلزها هم میتونن جریان برق رو از خودشون عبور بدن. پس سیلیسیوم هم میتونه این کار انجام بده. پس 4 مورد درسته.
پس جمله صحیحی که اما جواب ما نیست. در دوره چهارم جدول تناوبی بیرونی ترین زیرلایه در آرایش الکترونی 8 عنصر واسطه 4s2. خب عناصر واسطه چند تا چی داریم؟ استثنا داریم که بیرونی ترین که در واقع توشون 4s2 پر نمیشه. یکی کروم 24 که به 4s1 3d5 ختم میشه. یکی مثل 29 رو داریم که باز به 4s1 3d10 ختم میشه. به جز اینا رو بذاریم کنار، ما بقیشون یعنی از این 10 تا 2 تاشو بذاریم کنار، 8 تایی دیگه به 4s2 ختم میشن تو دوره چهارم، نه کل جدول، چون دوره پنجم هم عنصر واسطه داره. پس اینم صحیح اما جواب ما نیست. تفاوت عدد اتمی 15مین عنصر دسته دی. 15مین عنصر دسته دی میشه چی؟ خب اولا 10 تای اولیش تو دوره چهارم پر میشه، پس 5 تای دیگهش میاد تو دوره پنجم. خب دوره پنجم با عدد اتمی 37 شروع میشه. 37 و 38 میشن گروه 1 و 2. میخوام خوب تصویر سازی کنم برات بفهمی کجای جدول قرار داریم. تا 36 میشه کریپتون دوره چهارم تموم شد. دوره پنجم 37 و 38 رو داریم، گروه های 1 و 2 و از 39 به بعد تازه دسته دی دوره پنجم شروع میشه. گفتیم 5 تا از 39 40 41 42 و 43 1 2 3 4 و 5 تا عنصر دسته دی همینجا. خب میگه تفاوت 15میش یعنی 43 با عدد اتمی 13مین عنصر دسته پی در جدول تناوبی. خب خوب گوش کن. دوره اول که پی نداریم، این از این. دوره دوم چند تا؟ 6 تا پر میشه. دوره سوم هم 6 تا، این تا اینجا 12 تا. 13میش میشه چی؟ 13میش میشه دوره چهارم اولیش، یعنی 4 پی 1 که تو سوالات قبلی گفتیم 4 پی 1 چیه؟ گالیوم با عدد اتمی 31 برابر با تفاوت این دوتا رو میخواد، تفاوت 31 و 43 که میشه 12. میگه 12 برابر با عدد اتمی دومین فلز قلیایی است. فلزات قلیاییمون چیان؟ لیتیوم رو داریم با عدد اتمی 3، سدیم رو داریم با عدد اتمی 11. پس این جمله کاملا اشتباهی. برای اینکه درست میبود باید چی میگفت؟ باید میگفت قلیایی خاکی، چون دومین قلیایی خاکیمون میشد چی؟ میشد منیزیم با عدد اتمی 12. پس مورد 3 میشه جواب سوال ما. اگر آرایش الکترونی یون‌های آی 3 بار مثبت و ام 2 بار مثبت به ترتیب به 3 پی 6 و 4s2 ختم میشد. خب این آرایش یون هاشونه. پس آرایش اصلی خودشون چی بوده؟ 3 تا از دست داده شده 3 پی 6، پس اون 3 تا رو بهش بدیم میشه اول 4s2 پر میشه، یه دونه دیگه میخواد میشه 3d1. پس چی بوده؟ در واقع اسکاندیوم بوده با عدد اتمی 21 درسته، و ام 2 تا از دست داده شده 4s2. پس اون 2 تا رو بهش بدیم میشه در واقع همون 4s2 که داره میمونه، 3 تا هم تو زیرلایه دی میگیره، پس میشه 4s2 3d2. در واقع تیتانیوم با عدد اتمی 22 بوده. تفاوت عدد اتمی دو عنصر آ و ام میشه یه دونه دیگه، برابر با عدد اتمی فلز قلیایی با رنگ شعله زرد. رنگ شعله زرد مربوط به کیه؟ سدیم. یک لحظه اشتباهی. 3 تا از دست داده شده 3 پی 6، 3 تا رو بهش بدیم میشه 4s2 و 3d1 که میشه اون اسکاندیوم. 4s2 هم 2 تا از دست داده، 2 تاشو بهش بدیم میشه 4s2 3d2. کاملا اشتباه.
درست، عذرخواهی میکنم، ببخشید. وقتی گفته به 4S2 اشتباه متوجه شدم، ببخشید. وقتی گفته به 4S2 ختم شده، بخوایم اون دوتا الکترون بهش بدیم، الکترون ها وارد بیرونی ترین زیرلایه باید بشه. درسته؟ عذرخواهی میکنم از این بابت. پس خودش 4S2 رو داشته. دوتا هم توی بیرونی ترین زیرلایه‌اش، یعنی زیرلایه P بخوایم بهش بدیم، میشه 4P2 که در واقع عدد اتمیش میشه چند تا؟ قبل از 4P در واقع 3D10 رو هم پر کرده. 4S2 3D10 میشه 30 تا، دو تا دیگه هم اینجا بگیریم میشه 32. به اختلاف 32 و 21 میشه 11 تا که میشه در واقع همون فلز قلیایی سدیم با رنگ شعله زرد. اشتباه بنده چی بود؟ تیتانیوم با عدد اتمی در واقع با آرایش 4S2 3D2 اگر دوتا از دست بده، خب دوتا از دست بده، خود 4S رو از دست میده، پس آرایشش باید به 3D ختم بشه. اوکیه؟ و از این بابت عذرخواهی می‌کنم. سوال 50. پس جواب ما شد گزینه سوم. سوال 50. کدام موارد زیر درباره ویژگی‌های جدول تناوبی درست است؟ خب. الف، در انتهای هر دوره گاز نجیب با آرایش 8 تایی داریم. خب در مورد نئون درسته، آرگون درسته، کریپتون درسته، مابقی درسته بجز هلیوم. هلیوم گاز نجیب 2 تاییه که آرایشش برخلاف گازهای دیگه که به P6 ختم میشه به S2 ختم میشه. پس الف رد میشه، گزینه 1 و گزینه 3 هم رد میشه. پس یا ب و ت یا پ و ت که باز ت مشترکه پس درسته. پس بین ب و پ یکیشو میخونیم. اگر ب به فرض مثال رو خوندیم و درست بود میشه گزینه 2. اگر ب رو رد کردیم پس قطعا پ درسته و میشه گزینه 4. اما خب ما هدفمون اینجا بررسی تک تک گزینه هاست. مورد ب، برای هر عنصر نماد شیمیایی، عدد اتمی و عدد جرمی نشان داده شده است. در مورد جدول تناوبی، توی جدول تناوبی ما عدد جرمی رو دیگه نشون نمیدیم. چی رو نشون میدیم؟ جرم اتمی میانگین رو در واقع نشون میدیم، نه عدد جرمی رو. چون یک عنصر ممکنه بیش از یک عنصر ممکنه در واقع 2 یا چند تا ایزوتوپ داشته باشه که ما فقط یکی رو اونجا می‌نویسیم به عنوان جرم اتمی میانگینشون. پس ب هم رد میشه، گزینه 2 رد میشه، میشه گزینه 4. اما بررسی کنیم. پ، در آرایش الکترونی 8 عنصر از دوره 4 زیرلایه 3D دارای 10 الکترونه. کاملا درسته و بررسی کردیم. کجا زیرلایه 3D مون دارای 10 تا الکترونه؟ از 4p1 تا 4p6 این 6 تا. دو تای دیگه شن، یکی cu29 و یکی هم ZnC هستش. ZnC که خودش به S2D10 ختم میشه، مس هم به S1D10 ختم میشه. پس 6 و 2 8 تا کاملا درست. مورد ت، در دوره دوم چگالی بار یون‌های پایدار نافلزات با افزایش عدد اتمی کاهش می‌یابد. کاملا درسته. چگالی بار چیه؟ چگالی بار در واقع بار به شعاع. خب در یک دوره، حالا کار به دوره چندم بودنش نداریم، در یک دوره از چپ به راست شعاع کاهش پیدا میکنه. درسته؟ پس طبیعتا باید چگالی افزایش پیدا کنه، اما علاوه بر شعاع، درسته، چگالی بار یون‌های پایدار نافلزات. در مورد نافلزات داره صحبت میکنه دیگه. در مورد نافلزات داره صحبت میکنه. علاوه بر شعاع، تو دوره دوم بار هم کاهش پیدا میکنه دیگه با افزایش عدد اتمی. به همین خاطر وقتی این هم صورت و هم مخرج بخواد کاهش پیدا بکنه، میگیم که چگالی بار یون‌های پایدارش به طور کلی داره کاهش پیدا میکنه. پس گزینه 4 کاملا درسته. در واقع دلیل اصلیش چیه؟ مقدار کاهش بار بیشتر از مقدار کاهش شعاع بوده. این صورت در واقع با شدت بیشتری داره
کاهش پیدا میکنه. به همین خاطر چگالی یعنی کل این نسبت کاهشیه. پس مورد ت هم درسته شد. گزینه چهارم موارد پ و ت. خب سوال 51 که باز یه جورایی تکراریه و مثل این رو باز حل کردیم. از تجربه 403 خارج تیر ماه. در آرایش الکترونی فشرده اتم کدام دو عنصر نماد شیمی؟ باز مثل سوال قبلیه. خب توی اصلا اتفاقا همین مورد ای رو توی یکی از گزینه‌ها یکی از سوالات با هم بررسی کردیم بالاتر. E1 همون هیدروژنه و ما برای هیدروژن اصلا آرایش الکترونی فشرده نداریم، چون آرایش الکترونی فشرده باید قبلش گاز نجیبی بوده باشه. این هیچ گاز نجیبی قبلش نیست، پس این اصلا رد میشه. جای 9 اینجا یه بار دیگه بنویسم گازهای نجیب رو 2 10 18 و 36. خب 9 رو خواسته قبل از 9 هلیوم 2 رو داریم و قبل از M13 نئون 10 رو داریم، پس یکسان نیست. A20 و D33 ما از 18 تا 35 رو با آرایش گاز نجیب خود آرگون می نویسیم، پس اینجا بازگزینه 3 کاملا درسته. X25 با گاز نجیب آرگون یعنی 18 نوشته میشه و Z12 با گاز نجیب نئون 10 نوشته میشه که باز یکسان نیست، پس این هم شد گزینه سوم. 52 تبدیل اتم ها به مولکول ها می تواند با داد و ستد الکترون همراه باشد. خب تبدیل اتم به مولکول می تواند با داد و ستد الکترون همراه باشد. داد و ستد الکترون یعنی چی؟ یعنی از دست دادن الکترون. خب از دست دادن الکترون یا حتی گرفتن الکترون میشه در واقع یون یا ترکیب یونی. اما مولکولا الکترون رو نه از دست میدن نه میگیرن، بلکه به اشتراک میگذارن، همون پیوندهای کوالانسی. پس این رد میشه. مورد 2 در تشکیل مواد مولکولی الکترون یا الکترون‌های اشتراکی در فضای اطراف هسته هر دو تا اتم جای دارد. کاملا درسته. الکترون هایی که هر دو تا اتم به اشتراک میذارن اطراف هستهشون قرار میگیرن. توی هسته که قرار نمیگیره الکترون. صورتی گزینه 3. با استفاده پس جواب ما شد گزینه دوم. با استفاده از آرایش الکترون نقطه‌ای یا همون ساختار لوئیس میتوان به شمار گروه آن در جدول تناوبی پی برد. کاملا اشتباه. با رسم آرایش الکترون نقطه‌ای هر عنصر نمیتونیم شمار گروهش رو پیدا کنیم. چرا؟ چون ممکن آقا در یک دوره ما بالاتر مثال زدیم باز در یک دوره میتونیم بیش از یک اتم رو داشته باشیم که شمار الکترون های لایه ظرفیتش یکسان بوده باشه. پس این رو نمیشه برای همه اتم ها یا هر عنصری بخوایم استفاده بکنیم. گزینه سوم، گزینه چهارم اگر آرایش الکترون نقطه‌ای لایه ظرفیت اتمی 8 تایی بوده باشه آن اتم واکنش پذیری زیادی دارد. اتفاقا ما 8 تاییش میکنیم که واکنش پذیریش کم باشه. حالا اگه خودش 8 تایی یا 8 تایی بشود واکنش پذیریش به حداقل میرسه، به پایداری کامل میرسه. پس گزینه 4 هم رد و جواب ما شد گزینه دوم. سوال 53 از تجربه خارج 403 نوبت تیر ماه. تو سوال 53 میگه که آقا با توجه به آرایش الکترونی اتم عنصرهای داده شده کدوم مورد درست؟ X رو با کریپتون نوشته. اول اینکه در مورد اتم عنصر یون نیست. کریپتون 36 رو داریم، بعد از اون 5s1 4d5 که از قاعده آفاین پیروی نمیکنه، چون باید 5s و 4d4 بوده باشه، اما چون ناپایدار بوده به این شکل در اومده. و این یکم 6s رو که گروه دوم میشه، این میشه گروه ششم. عدد اتمی عنصر X یعنی این یکی بزرگتر از عدد اتمی عنصر Y که همینجا اصلا رد میشه. این مثلا توی عنصر Y زنون 54 پر شده و بعد از اون داره تکمیل میشه
توی X کریپتون 36 پر شده و بعد از اون حالا شروع کرده. پس همینجا گزینه 1 رد میشه. ولی ادامهش درست. ارایش الکترونی اتم X از قاعده آفا پیروی نمیکنه. X و Y هر دو فلزن. وقتی به 6s2 ختم شده پس فلزه. به جفتشون هم اتمه. زیر لایه دی هم که کلا فلز واسطن، اینم فلز. و و شمار الکترون های ظرفیت اتم Y. چند تا الکترون ظرفیت داره؟ زمانی که زیر لایه دی در حال پر شدنه، الکترون های لایه ظرفیتش میشه مجموع S و D که توی همون دوره داره پر میشه. پس مجموع الکترون های ظرفیتش میشه 6 تا. برای مورد Y هم میشه 2 تا الکترون ظرفیت. گفته شمار الکترون های ظرفیت اتم Y یعنی 2 برابر شمار الکترون های ظرفیت اتم X که گفتیم نه، اتفاقا 1/3 میشه. مورد 3 X و Y می توانند در واکنش با یکدیگر ترکیب یونی تشکیل دهند. گفتیم آقا X و Y جفتشون فلزن، اصلا نمیتونن ترکیب یونی یعنی یک فلز با یک نافلز ترکیب بدن، یعنی در واقع تشکیلی ترکیب بدن. پس ادامهش هم دیگه کاری نداریم مثلا. و مورد آخر شمار الکترون ها در زیر لایه 4D در اتم Y. زیر لایه در 4Dش میگیم کاملا پر شد دیگه. وقتی به 6s2 رسیده تازه 4fش میخواد پر بشه، بعد بره سراغ 5D، اما 4D در واقع دوره قبلیش کاملا پر شده. پس 10 تا بوده، 4D 10. 2 برابر شمار این الکترون ها در اتم X. خب کاملا درست. اون 4D 10 بوده، X 4D 5. اینجا 2 برابرشه. و اتم ها الکترون با L مساوی 3 یعنی در واقع F را ندارن. دقیقا یکی بعد از 6s2 یه الکترون واردش بشه شروع میکنه به L مساوی 3 یعنی F رو پر کردن تازه. پس قبل از اون هنوز پر نشده، پس جواب میشد گزینه 4. اینم از این سوال. دیگه اینم از پایان سوالات در واقع بخش سوم. تو قسمت دوم بخش سوم منظورمون که بخش دوم سوالی نداشتیم از نظریه‌های اتمی و تابش‌ها و رنگ و نور و اینا سوالی نداشتیم توی 403. اینم از سوالات کنکور 403 این بخش. سوالات رو خوب بخونید، مطالعه کنید و تحلیل‌ها رو باز بررسی و تمرین کنید. بدرود، موفق باشید.